دیگه که خونه تمام میکنیم دیگه میمونم خونه تشکر میکنیم ما خونه خودمون نداریم ژورنالیستی بودیم اما وقت شلوغ با زندگی میکردیم لازم خونه دیده تکون که بود هیچ برو باید سوخ باید مامان براتون شما صحبت انجام تی خانه برابر شریکم خبر گیریم باید بیچوره باید درکی نیست بله پدرشون چی خیلن؟ خسرتون چی خیلن؟ پدری رحمتی سوزم باید کسات خود یک هفته پیش قطعی باید بانیته داره باید دوشنبه باید بردنی شد من زنگ زدم بودکیم روی پدرم در شفاخانه من به تماس بودم زیرشون یک ماه پیشتر مادرش از در دوشنبه چشمش اپرات کرد روز خوز که باید دوشنبه بشه شما خودتون پیدا کردید یا که کسی آمد گفت زد؟ نه ما در میتینگ بوده میتینگ در گفت زدن که مردوی خدا برید چه اپیدمی نشه ما رفتیم خونه خواهر مردن شوش خرخ پیشم اومد همون چه روشن و روشنه کرد اینجا رفتیم چه جورا و سبزالی اومدم با سری من گفتن که پشت اومد کسا سوق پیزی کسا باید چی هایی در پستی خوبه من فکر کردم که باید بیچاره همون پرستیل که با تمام شد باور نکردم های سبزالی 23 اومد بعد ای میتیم ساعت 9 اومد نوی بیگه اومد و اونجا میتینگ پای اومد ما روزداری افتو کردیم و باید بخشی آروی خودن هم نداشت بخشی نسترینی نداشت خب اونجا شیست قطعی کودکو بازی کرد باید گفت که چی کنیم اومده کن که نماز خون رفتم نماز خدا خود کرد اومد بچه در خونه نبود میتینگ بود من گفتم من توقع میترسیم ما بچه میبرد باید برم باید اینا یک مو که خونه در خونه میکنه فقط تیشه میبرد چه روزه چی میکنیم وقت خون میکنه بو سهری من کار میرم باید قطعی کودکو خونه همون روز من فکر کردم که خونه میرد اما با میرد 3 شب برمیگردد چور شب همون پرسته سر شد که بعد خونه خواهرم رفتم اومدم با سر من تو چی باور نکردم اومدم خونه دیدم که مایت در روزه سبزالی کجا بود که بعد باور کردم که خوشتومن هم اوجا نبود هیچ کس اوجا نیست فقط زن یارم اوجا استادگی بود فقط من در نگاه کرد گفت خیلی چه خیلی شد بیچاره کمپیر سبزالی کجا باید من در نگاه کردم همین سبزالی رو ما شدم بفشه خود با نگاه کسیب سیاه روش گفتن که تایی تنکا بوده چیه شده زگاه شده بفشه خود با مونن نبود چشمانش هم خیلی گفتن که چشمانش کشاد دادن مسکم ولیدیم چشمانش محکم شدن دیگه لباش روزدار که هی بفشه هیچ نخوردی چیوش هم خیلی بفشه خود با بعد تو من میدونم که تو غسل دادم باید دست دادم ممکن وقت یک غسل میدونم بفشه دست بازم نمیتن مردکو هرچه من گفتن نه من دمی دوغ دل میشد که چی ای باید چی شده است دست از پو است چی است و همش نگاه کردم من بجو فقط اما سیانه چی هست مویاش اما باید چسبیدگی هست وقتی که باید مو چی در پرت افتستن مردم که میگید خلق که میگید پرت افتستن چیش سرش کفید با همون خون رفت همین چی باید همین چسبیدگی من فکر کردم که باید کلا نداره سرش هم میگفت که نیخود افا باید دارد اما چی باید دارد فقط از قفو باید زدن راست دیل باید از دست من چی اینترنت چی که است چی خیلی باید که شما باید دیدیم دوره دازم با در تلفون من دیدیم روز که از چه خیلی میتینگ برومت کردم باید ساعت بگایی اما 23 ساعت 11 من در تلفون کار گفت فرمولا اینترنت ما ذریعه دارد گفتم نه گفت که ذریعه بزن اوزی میبود بسرش همین فیسبوک خطی باید کابلوس المسکوا گاب زدگی هن باید اینترنت گفتن که اونجا چه خیلی بسته با من فکر کردم که باید شب میبود بسر همون اینترنت باید شب باید برد خطی خود بعد اومد نه اومد با 25
25 داد تلفن کرد 25 دا من بودم اونجا دیگه جنم یعنی روزی 24 گرفته او 24 ساعت 3 ام ساعت که من 3 روز وای اومد پیش خونه خالم من گفتم که دروغ میگه چه خیلی که وای خدا حسن میداد فقط من میدیدم وای من گفت که وای دستانش خالی کرد و طهارت کرد و چوره شد ما فهمیدم که وای روز گفتم ساعت چند بود وای گفت که 12 بود یا 3 بود بخشی ما همون پانیکا با نمیدونستیم که ساعت چند ساعت 3 بود من ساعت 3 گفت که ساعت 3 روز بود بعد وای من نگاه کرد و همون دستای خودش شست و قطعی با یک بچه بود بچه دا گفت که وای سنایپر قطع دستش زد سنایپر وای رو نداشت سنایپر نیو براتن میاد چی گفت که دست دیگه باید نزن که وای وایرونه رو نمیتونی قطعی وای زدن کی گفت بعد بچه گفت که چه و بابا اومد ای قفای چی ای کوچنون زدن وای فریاد زد وی سبزالی وای فریاد کرد بچه گفتن نرو تو هم میزنن دای بو استای بودم همون شب که اپرژات کردن همون چیه ای وقت مردم گفت که نه امون زدن اما اومدن همون بوغو در ششتن همون سالداتو بعد معلوم نیست که وای زدن وای ای پشت همین کوه زدن بعد گویا که وای رفت از بسر وای قپی دستند و وای هم زدن وای رفتی بولاش دیگه که وای کشو کردن لباساش من ندیدم وای سوختن میگن که قفواش هم دریدگی بودن که وای کشو کردن وای نگرفتن وای کشو کردن بردن و پرتوفتن همون چی در همون کرد و هم سرش کفی وای بولاش زدن تنوکای و چی علف گویا که اگون کس ندید ای برو همین یک روز با بودم زگارم خیلی نمیشد تنوکا تایی تنوکا چه خیلی فقط همین طرف سرخ بودو دیگه اما 24 در 25 در خیلی 24 بعد او بیزه بود پرستریلka که بود او ابرنوک بود بعد سر شد گرم страшный گرمی سر شد همون یک شامون نیمه روز اونجا موندن فقط ساعتهای 3 میتیم تمام شده گفتن که مایتای خود گیریدن بخیلی همین پرمیجوتک با همین خیلی سیاه بودم نمیشه و یک شب уже یک روز اونجا استودگی قریب یک روز уже تو 3 همین چی так сутка این نواری که یوتیوب دو مثال تامیر ویست اونجا ده بود همون زدن و آورده پرتوفتن کشاله کرده آوردن چون که یک چند زنگ از بالکون روی نوار گرفته و اینترنت ده پرتوفتن همون که یک مرده که جو هست چی ای برجید ملک شونوش و اما وقت نماز سبزالیه بزرگ سهری و بگایی اما گفت که آمد خونه من صورتوی سبزالیه را گرفتند و گفت که اگر فلش که داشته باشید من دتید من اما شب ثبت کردگیم اما فلش که نمی‌کنم و نمیدونم چه خیلی فردم این کا پلوس باید نگرفتن کا پلوس در باره آبخونی شو گفت زدند و گفتن که لیدر تاجیک چی استود азат ислам был зверски убит после митинга он пропал без вести и в интернете пропали кадры о жестокой убийстве Сабзали Мамед Резуна ва показали что вай уджав сидагия бад не васараш якчан кас истории бад бол нигоҳ кардан чор кас ва аз замин набардоштанд ами хеле кашолак мекунад ами хеле ман фикр кардам ки ҳамон вақт мумкин сараш кафи духун рафт вай бечора 2 соат ами митинга баромад кард ам КГБ критиковать кард ам больница ам баромад асадуради разлика Ходер Косимов вай вообще Қодир Қосимов ана вай Ҷинҷев гуфт вай Ҷинҷев фарёд кард ки буро ба халқ мо тура избират накардем тура ҳамун ҳукуматдоро кардам буд ту аҷош буд ту ҳамо чӣ мекунад баъд хоҳарам ман да телефон кард ки гуфт ки шавари ту тозе бешавар мешавӣ ҳамун рӯз ки вай дар митинг ман гуфтам чӣ хел гуфт ки вай мебинӣ чӣ хел гапҳоаш зад ман ҳама вақт тайёр будам ман мефаҳмидам ки ам телефони вай гӯш мекунад КГБ ам кору рафтори вай КГБ мо ҳар ҷо ки мерафтем мо медонистем ки қафои мо ама вақт аст мо мефаҳмидем вале бовар намекардам ки ҳамин як рӯзи ҷанг 18 соат дар сабзавот вай хеле мешавад ман гуфтам ки вай худо вай рӯзадора вай намазхона худо мумкин вай нигаҳ мекунад ман бовар намекардам
برای خودمان در کار بود شمال سبزلی نه باید ما وقت تیار بود من ما وقت میگفتم که فکر خدا نکن فکر بچه ها کنید و بچه هم دختر که می بود من نگاش میکردم من زنم اینو پدر در گفت من کی نگاه میکرد من خدا نگاه میکرد اینا با خدا نگاه میکرد همسایه میگن که یه سبزلی خیلی کار نکن وای اما وقت روز میگفت اما وقت مجلس در روز میگفت اما پیش همسایه گفتم بیس زنکو داریم همه خیلی گفت زدن در کار نیست سبزلی با بعضی وقتا هم شیطانی کردن در کار که نفهمن که من همه خیلی آدم نیست روی روز گفت زد امون که امون میتینگ در بود پولانش کن نه چند بار گفت فروز زدی بسای فرو بسای امون خیلی گفت که چنون گفت زدم که 2 ساعت چیش خوک شد بعد گفت با دعوت کرد بیایی یکم کس گفت زنید من کمی خسته شدم دم گیرون با من برامد میکنم هیچ کس گفت نمیزد فقط شستن و باید نگاه میکردن و گوش میکردن گفتن که باید مرد بود اما که فوتخانه اومدن اما زدکو باید آدم زور بود باید مرد بود گفتم راست باید مرد بود لیکن باید اگون امون جنگ دا باید اگون چی که رابطه داشت من گفتم راست سبزلی همونجا بود امون وقتی که امون آدمایی که حقانی همون جنگ در باید اشتراک میکردن همون نیستن کار همون نیستن من در همین نبید این علی رزا خوب السلام که رزا سلام که علی رزا اینجا بیا سلام بچه خوبی سلامتی نشو گردن نکه علی رزا اولا کلو متوقعك بي نسيبا كوبلمو ايه كوبلمو كاش فنيرا بتوقعك تبكات نه هیچ گم نداره باش خیلی نصیب باشه کار و فعالیت سبزله دوام میتونه باشه ما هم فرزنده ما هم خوردن این اکه شونه هم فرزند خورده محمود جان نه ما همون دهنی راه رفتیم این اصلا بکنیم مثل نه اکه شدمان همه ما اگر راست نگوییم کی میگن ما اگر این حکومت تنقید نکنیم کی تنقید میکنه خواهر اگر همه خاموشیم خب در برابر خدا و رسول چی گفته میتونیم دیگه وقتی که نگفته اما وقت سفر در میرفت آدم‌ها که سفر اگه چی میرن کتابایش برش میبینه страшный کتاب داره من چی گفتم که بچه کلونی هم علی کرد گفتم باید یگون اویت هم خیلی اویت میداند بسیار اویت میداند ای تو یگون چی گفتم نگیری یگون چی باید اینشالا یاد میگیرن باید گفت که 8 سالگی باید چی میبرم ایران دا میفرستم باید گفت که من ایران دا بودم شدم من پولیده بودم نشدم من ایران دا بارها میگفت گفت من وقت جواب میکردم گفت چه خیلی تو ما جدا میکنی با 8 ساله با مایده گفت تو هیچ کس نمیپرسد من میبرم علی گفت که میبرم خودم میبرم بجا میکنم میبرم نصیب شهادت داره نصیب شهادت خداوند خیلی آدم ها دوست نداره و خوب یک سبب شده ولی کار کرسده یکی من دم گمرده کن میکنم کار کنم من با سری من میدونم من باید هم سبزالیا میدونم سبزالیا ناز میدونم چند بار خونه مومدگی خلیفه هم گفتن کس گفتن که اوزتر صبر کنید و هم نماز خون بودم قرآن خون بودم روزه دار بود روز در جنت انشاءالله روز در جنت خواهر جان اگر امکان باشه چند یعنی معامله او در خونه چه خیلی بود و فرزنده و بازن چه خیلی بود میدانی چی من سبزالی باید من چنون یکا کردگی که من باشه در خونه فقط کور ایمون که بود میگفتن که من فقط ایجا پوشت در خور رکن فقط من از کور بسیار ما تنقید کردن این مردم در کور که میرفتم بابشه ایشی نگفتن گفتن که فقط
کابینه دکمی دروی فقط رومال خیلی کنه که ممکن نیست ارگان با همین خیلی ممکن نیست در خونه میدانی من فقط خود نمیرفتم باید پیش کودکان نیستم و چه خیلی میگم پدر زور بردی بچه هاش همین ساعت 6 با همین جماعت خونه با کودکو با مایدگی و پیده در میرهید گپ میزنن که دخترها با قرآن درس میدون همین در خونه که ما شهر بودم این کریر بود اپور که دیر بود میشد و همون کریر رو بر او ورد خونه ده میشیز خوب آیسته میرفت بود که اینو ده نبید که من چی دارم درس دارم من درس خودش رفت درس در جماعت خونه در جماعت خونه قرائت قرآن میکرد درس میداد امو زنکو و مردکو خیلی با مردکو زنکو اومدن دیگه میگن که نه صداش هم میشنویم نه سیماش هم میبینیم میگه معروف شدیم آدم زور بود بیتنه چی نمیکنم تعریف نمیکنم رنگ وای خروق به هیچ کس نیست رنگ وای که امو روز که ایچه اومدیم باید که مایتا میبرند و میبند اویت میکنن که هیچ کس ناومد خلیفه ها چنون چی بشدن هیچ کس ناومد بعد خواراش با گیرد در اومدن گفتن که وای خودش امی خیلی اویتگر وای بود و هیچ کس بس بعد قبرش وای که قبر میکنن میبند ایمو در پومیر میگن که دلیلک سیروک میزنن امون شراب میزنن پیشش چراغ روشن باز داره امون در نو دوتا چی میکنن چراغ میکنن در میگیرونن امین دلیلک میگن امون شب اون نبود خوارشان گیره میکنن گفتم من زید نیستم وای اما وقت خلیفه وای اسلام میکرد هیچ کس وای چی نمیکرد نغز نمیدید اما وقت که موها که نیکو میکردن وای نیکوی ما را اعتراف نمیکرد ما نیکوی را دیر میکردیم اینا اوزیر پیش ما گفت میزنیم وای نیکوی دیگه گفت نیست نیکوی که با مستی بود وای نیکو نیست گویا که من ندیدستم وای بعض از تو مانده میگه که ای طرف شما همون مرده که گویا که شاید میشست وای مست گفتم وای در پیش تو بود که خیلی گفتی که دفشم نشی اونجا گفت که نه وای مست بود با اومد خونه اما کس در یک جو ماشنون دند و اما برو من دلو وای سر خوندن گفتم که امین نیکو ایخونی امون نیکوی پیشکی که بود اوزی که نیکوش صرف دیگه خیلی فرمانش دیگه بود بسقطه خیلی اما نیکو کت امون او که ما در قرارگاه هم یک هم کنفرانس مطبوعاتی ولی سبب اساسی کنفرانس مطبوعاتی هم یادبودی رحمتی بود وقتی که همش دقیق شد تعیین شد رئیس هم تصمیم گرفتن یک یادبود گذراندیم در مطبوعات هم با نشر رسید و اونجا دو مصرع است بالای سر رحمتی نوشتگی شهیدان زنده اند و جاویدانند که مهمانی خدای لامکان یعنی شهید زنده است انشالله شهادت برای برادر برای خانوادهش مبارک باشه شما برای تربیت فرزندات کوشش کنید هیچ وقت ما فراموش نکنید ما شما فراموش نمیکنیم انشالله ما فراموش نکنید با اینا خواهرها و برادرها ما مسلمان اکی شادمان اکی منیر دیگر برادرایی که هستن خدا را وام میکنن ما هر وقت که من انشالله از درتون میداریم خبر میگیریم خب انشالله باز نصیب باشه بعضی کمک‌های ارسال می‌داریم براتون معاشش دستی خواهرت میرسونم براتون انشالله برای بچه هاست خب و ما میگم که یک برادر بسیار صمیمی و نزدیک و نگم کردیم ولی این که شهید شده در راه خدا هیچ وقت فراموش نشده فراموش نمیشه همیشه نمی حال میشنیم گرم میزنیم اون صحبتایی که سری راه همراهش داشتیم در همون گرب چشمه داشتیم در اینجا در خانه داشتیم این سفری که ما همراهش داشتیم فراموش نشده آدم شوخ بود همه طرف همه طرف ما تمام بدخشان نگشتیم نه امروز قریب تمام بدخشان نگشتیم برای خداوند جاش جنت کنه خداوند فرزندای صالح به کمال رسانه شما همچون مادر فرزندای تربیت درست کنه در روحی اسلام در روحی وطن دوستی ملت دوستی در روحی که سبزلی میخواست اونها تربیت کنه خب شما چیزی گفتیم
یک چیز به یادم آمد همین سخن شما که از قرآن میشه اومده است که لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء هم. اون نفری که در راه خدا شهید میشه و زنده است، لیکن ما حس نمیکنیم و زنده است. ولی ما گپ میزنیم روحی رحمتی میگه همراه ما مسلمان سری که بار میکنید ساعت 4 میفردم روزم اما وقتی میکنم که کسی خفای من میگردم هیچ کس نیم بچه بار کشته و من میتر میگردید و تمام نوشین میگن که نعمت و قبول که نیستم سری من او برای تورات میتونم بعد از